بازار خرید و فروش تربوز و خربوزه در شهر میمنه و ولسوالی‌های فاریاب رونق بیشتری یافته است. این میوه‌های شیرین وطنی افزون بر طعم دلپذیر دارای ویتامین‌های A و C بوده و برای سلامتی پوست و تقویت سیستم دفاعی بدن نیز مفید دانسته می‌شوند. شهروندان فاریاب این روزها برای خرید میوه‌های تازه سفره‌های خود را رنگین‌تر ساخته و از فراوانی محصولات تابستانی استقبال می‌کنند. بشیر احمد یکی از میوه فروشان میگوید که امسال به دلیل افزایش حاصلات انواع میوه‌های تازه از ولسوالی‌های فاریاب و برخی ولایات دیگر با قیمت‌های مناسب به بازار عرضه شده است. با گفته او فراوانی محصولات سبب شده تا نرخ‌های میوه‌ها نسبت به برخی سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. دکان میوه فروشی داریم، تربوز است، خربوزه است، این چیزا رو سودا میکنیم امروز. خوب است، مثلا امسال زیادتر است تربوز، خربوزه زیاد است، مثلا گرگک است، زنبورچه است. خربوزه مثلا کمتر از قندوز میایه، مثلا تربوز این دانه بیشتر از قندوز بیشتر میایه، زیاد است، از مزار میایه. قیمتش 40 است، 35 است، 45 است. اینم تو سودا کردن اسم رقم است. زنیلا یک تن دیگر از دکانداران شهر میمنه از بهبود وضعیت بازار میگوید که ورود میوه‌های تازه از مناطق مختلف فاریاب باعث شده تا مشتریان بتوانند این محصولات را با قیمت‌های ارزانتر خریداری کنند. حاضر تربوز قاون 4 فصلگه علمالته هم بار، کیله هم بار، قاون تربوز هم بار، هر میوه بسا شروع مارکت که بار. مردم دیگه خرید پروت بالاخره yaxshi bad emas. به نسبت سابقتاً yaxshiroq. اول برد مثلا فرادان keladi, Jolibotdan keladi, hozir ko'proq Qunduzdan keladi, Mazordan keladi, Oqchadan keladi. Tarvuz 40 pa 35 pa purush qiladi. Qavun ham 80 تا 120 gacha 120 gacha qavun bor. احمد میلاد یک تن از خریداران نیز از مناسب بودن قیمت تربوز و خربوزه ابراز خرسندی کرده میگوید که فراوانی حاصلات و شرایط مناسب سال جاری از عوامل اصلی کاهش قیمت این میوه ها در بازار به شمار می رود. مارکت که کلب بس که قوم تربوز آسای اولگار کسای قیمت تربوز قره ویگن قیمت قاونم شبلا برزیلیر ویگن بویل منم بویل قرنگ خدا شکر یخشه بویل گر یاغم بلده قار یاغده شکر یخشیل کلده یعنی قاون تربوزم ارزان بلده وشاوچو. با افزایش عرضه میوه‌های تازه در بازارهای فاریاب شهروندان امیدوارند قیمت‌ها همچنان مناسب باقی بماند و زمینه دسترسی بیشتر مردم به محصولات وطنی فراهم شود.